روز جهانی غذای سالم در جهان در حال فرا رسیده که هزاران خانواده در افغانستان روزانه غذای کافی خورده نمی‌توانند. خانواده 7 نفری ماجبین 25 ساله یکی از آنها است. او از بهر پیدا کردن لقمه برای خانواده‌اش در خانه‌های مردم صفاکاری می‌کند. می‌گوید از بهر تنگدستی خود و خانواده‌اش غذای کافی خورده نمی‌توانند و همین قدر غذا می‌خورند تا زنده بمانند. نان شب که میخوریم در صبح ایران هستیم، از صبح میخوریم در چاشت ایران هستیم. ما آنقدر مجبور میشیم که نان صبح نخوریم، در چاشت بانیم که اطفال بخوره که صدای کس اشتکار کسی نشنوه. این تو وقت هم شده که شب خوردیم و صبحش نمانده که نه پول بود که با بچه ها بگیریم نه بچه ها بخورن. هیچ چیزی نداریم و چیزی هم پیدا نمیشه، خودیم بیکار، بچه ها خورترک. مسئول ارتباطات برنامه جهانی خوراک میگوید در حال حاضر بیش از 15 میلیون تن در سراسر افغانستان با ناامنی شدید غذایی روبرو هستند که از این میان 2.8 میلیون تن بیدرنگ به کمک‌های غذایی نیاز دارند. در حال حاضر تخمین زده می شود که بیش از 15 میلیون تن در سراسر افغانستان با ناامنی شدید غذایی روبرو هستند که از این میان 2.8 میلیون تن بیدرنگ به کمک‌های غذایی نیازمندند. برنامه جهانی غذا و شرکای آن توانستند در سال 2022 میلادی به 23 میلیون تن کمک‌های غذایی ارائه کنند. از سوی هم وزارت اقتصاد به این باور است که تمامی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد برای چرخش اقتصادی و ناامنی غذایی سودمند است. در صورتی که جامعه جهانی به هدف کاهش فقر، ایجاد فرصت‌های کاری از طریق حمایت برنامه‌های انکشافی، تمرکزشان را به سکتورهای اشتغالزایی و تولیدی نمایند، برای بهبود وضعیت اقتصادی هموطنان عزیز ما موثریت بیشتر خواهد داشت. در همین حال وزارت مالیه از امضای قرارداد به ارزش 8.1 میلیون دلار با بانک انکشافی اسلامی در بخش‌های مسئولیت غذایی، آب آشامیدنی، صحت و دیگر بخش‌ها در افغانستان خبر می‌دهد. دا مرستې باید د هیواد په مختلفو ولایتو کې د خوړو خوندیتوب، د پاکو اوبو رسولو، روغتیا او کرنې په برخو کې لګول کیږي. چند پیش برنامه جهانی خوراک و سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد همچنان از ناامنی شدید غذایی در 22 کشور به شمول افغانستان تا ماه نوامبر سال روان هشدار داده بود.